تا حالا به این فکر کردی چرا با صدای بارون آروم میشی؟ یا چرا یه آژیر توی خیابون میتونه ضربان قلب تو بالا ببره؟ این فقط یه اتفاق نیست، این کار مغزه. صداها مستقیم به احساسات ما متصلند. صدای طبیعت میتونه اضطراب رو کم کنه، در حالی که صدای بوق یا ترافیک میتونه مغزتو وارد حالت دفاعی کنه. مطالعات نشون دارن که صدای مناسب میتونه حتی روی تصمیم گیری تأثیر بذاره. مثلا آهنگ‌های آرام در فروشگاه‌ها باعث میشن بیشتر خرید کنیم. یا صداهای فرکانس پایین حس ترس یا نگرانی ایجاد میکنند. مغز ما به طور ناخودآگاه با هر صدا واکنش احساسی نشون میده. پس اگه میخوای تمرکز، خواب یا حال خوبی داشته باشی، به این فکر کن که داری به چی گوش میدی. صداها فقط شنیده نمیشن، اونها شکل دهنده حال روانی ما هستند.